کیفیت زندگی از شاخصهای سنجش رفاه و خوشبختی جوامع هستش. اما آزمایش اجتماعی که توی این ویدیو میبینید مفهوم خوشبختی رو زیر سوال میبره. بعد از جنگ آمریکا با کره، ژنرال ویلیام مایر روانکاو ارشد آمریکا یکی از پیچیده‌ترین موارد تاریخ جنگ در جهان را مورد بررسی قرار داد. حدود 1000 نفر از نظامیان آمریکا در کره در اردوگاه زندانی شده بودند که از استانداردهای بین‌المللی برای رفاه زندانیان برخوردار بود. زندانی که تقریبا محصور نبود و حتی امکان فرار هم تا حدودی وجود داشت. آب و غذا به امکانات به وفور یافت میشد و هیچ شکنجه‌ای وجود نداشت. اما جالبه بدونید بیشترین آمار مرگ طبیعی زندانیان در این اردوگاه گزارش شده بود. اکثر زندانیان شب میخوابیدن و صبح بیدار نمیشدن. ویلیام مایر روانکاو آمریکایی بعد از سالها تحقیق و مطالعه به نتایج عجیبی دست پیدا کرد. تو این اردوگاه فقط نامه‌های حاوی خبرهای بد رو به دست زندانیان میرسوندن و نامه‌های مثبت و امیدبخش تحویل داده نمیشد. هر روز از زندانیان میخواستن در مقابل جمع یه خاطره از خیاناتی که به دوستاشون کردن رو تعریف بکنن. احترام درجات نظامی در بین خودشون به اونایی که موافق بودن نبود، در عوض با زندانبانها طرح دوستی میریختن. هر کسی که جاسوسی بقیه زندانیان رو میکرد سیگار جایزه میگرفت. بدون اینکه جاسوس و خلافکار تنبیه بشه همه به جاسوسی عادت کرده بودن. گرفتن خبرهای صرفا منفی، جاسوسی، عدم اعتماد و خیانت برای پایان یافتن انگیزه زندگی و مرجعهای خاموش کافی بود. این تحقیق پیش زمینه بود تا به این نکته برسم و اشاره بکنم که امروزه خیلی‌ها دوچار همچین مرجعهای خاموشی هستند که خودشون هم خبر ندارن. شکنجه های خاموش الان خبرهای منفی تلویزیون، اطرافیان و رسانه‌های اجتماعی هستش. خبرهای مثل دلار گرون شده، کار نیست، تورم، جنگ، خیانت، زورگیری در ملأ عام، کمبود منابع و هزاران اخبار منفی که از در و دیوار رو سرمون داره بمباران میشه. از طرفی هم سرکوفت‌های خانواده و اجتماع، عدم احساس ارزشمندی، تحصیلات دانشگاهی بی‌ارزش دست به دست هم داده تا عزت نفس و امید به زندگی رو ازت بگیرن. قرار نیست تو زیر شکنجه ها کشته بشی. قرار نیست تو از گرسنگی بمیری. برای کشتنت کافی امیدت رو ازت بگیرن. کتاب ها رو ازت بگیرن و به جاش تلویزیون های بزرگ بهت بدن. گوشی های هوشمند در اختیار قرار بدن. خیانت و آدم فروشی جزء ارزش های انسانی شده. واسه بالا رفتن باید پاتو بذاری رو هم نوعات و چشتو به حقیقت ببندی و از انسانیت فقط اسمشو به یدک بکشی. طبق آمار الان از هر 5 بیمار حمله قلبی یه نفر کمتر از 30 سال هستش. آمار خودکشی مخصوصا توی دانش آموزا به شدت بالا رفته. این روزا یه عده احساس میکنن توی یه زندان بدون دیوار دوران بی‌پایان محکومیت خودشون رو میگذرونن. سندروم شکنجه های خاموش و در انتظار برای مرجی خاموش. برای مرج یک انسان لازم نیست نیازهای اولیه و رفاه و آسایشش رو ازش بگیرن. اگه تو پول، ثروت، شهرت و تحصیلات عالی هم داشته باشی ولی عزت نفس و امید نداشته باشی مسلماً دچار همچین سندرومی هستی و دیر یا زود دچار مرگ خاموش میشی. پس موضوع مهمی مثل عزت نفس رو جدی بگیر. ممنون میشم با لایک و سابسکرایب ازم حمایت بکنین و منتظر ویدیوهای بعدیم باشین.